این ویدیو خیلی وایرال شده. خیلیا تو خانه تولد از ما میپرسن که اینا رو میفروشین، در صورتی که اینا رو باید درست کنین. خیلی سریع میخوام بهتون یاد بدم که چجوری یه همچین توپی رو درست کنین. برای درست کردن همچین توپی باید یه دونه بوبوی 24 اینچ و یه ارز 18 اینچ داشته باشیم. اول از همه باید بوبوی 24 اینچمون رو کامل با دست به این صورت و مرتب بکشیم. ارزمون رو به صورت لوله‌ای و خطی تا میکنیم به این صورت و یه تا هم وسط. این قسمت والفش باید ادامهش معلوم باشه. با یه نی به این صورت میبریم داخل به این صورت و نی رو میکشیم بیرون. قسمت والفش باید بیرون باشه. کامل بازش میکنیم به این صورت. با پمپ دستی هم با پمپ برقی میتونیم ابرزمون رو باد کنیم. قسمتی که احیانا هوا هست با یه سوزن تایگر میتونید هوای این قسمت رو خالی کنید تا کامل ابرزمون به بوبمون بچسبه. آقای مولایی میشه این سوزنشو من بله بفرمایید. مرسی متشکرم. بعد نتره که نه آروم اوکیه؟ بزنید نمیتونه. فقط میخوام هواش خارج بشه. کامل چسبید. مرسی. خواهش دست Eco, dale, let's go.